سرخط خبرها: تا 750 سومانی جریمه پیشنهاد جزا برای رفتن به نزد فالبین و جادوگرها در تاجیکستان. وزارت معارف میگوید خرید و فروش لباس در داخل مکتب‌ها منع است. نام باز 628 شهروند تاجیکستان که به جنگ اوکراین جلب شدند نشر شد. درود بیننده عزیز، نشر نوی برنامه نوید 7 روز از یارتیجه منظور شماست. در این نشر شما را با مهمترین خبرهای هفته اخیر آشنا می‌سازیم. با شما هستم میدیبکی سید از دوشنبه. در تاجیکستان پیشنهاد شده است که برای رفتن به نزد فالبین و جادوگرها جزا تعیین کرده شود. حکومت تاجیکستان در پیشنهاد خود به پارلمان کشور نوشته است با کدکس حقوق ویرانکنی مأموری تاجیکستان بندی نو با نام استفاده بری از خدمت رسانی سحردان، جادوگر و فالبین اضافه کرده شود. این لایحه برای شخصانی که به نزد سحردان و فالبین و جادوگرها میروند از 5 تا 10 نشان دهنده برای حسابها جریمه پیشنهاد میکند. حالا در تاجیکستان یک نشان دهنده برای حسابها 75 سومانی است. در تاجیکستان سال گذشته جزا برای مشغول شدن به فالبینی و جادوگری سخت‌تر شد. طبق تغییرات به ماده 482 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری تاجیکستان برای مشغول شدن به فالبینی و جادوگری نسبت به شخصان واقع جریمه به اندازه از 80 تا 100 نشان دهنده برای حسابها یا از 10 تا 15 روز حبس مأموری معین شده است. همزمان موافق ماده 240 علاوه یک کدکس جنایتی تاجیکستان تکرارا به سحر و جادو مشغول شدن جوابگری جنایتی دارد. موافق تغییرات وارد شده به کدکس جنایتی برای مشغول شدن به سحر و جادو و فالبینی اگر چنین کردار در دوام سالی بعد تطبیق جزای مأموری صادر شده باشد با جریمه به اندازه 1500 تا 2000 نشانه برای حسابها یا محروم ساختن از آزادی به مدت از 1 تا 2 سال جزا داده می شود. وزارت کارهای داخلی کشور میگوید تنها در 6 ماه اولی سال 2025 در کشور 495 حالت مشغول شدن به سحر و جادو و فالبینی و خرید گرفته شده است. وزارت معارف و علم کشور میگوید در داخل مؤسسه‌های تعلیمی خرید و فروش لباس مکتبی قطعاً منع است. واکنش این یاد پس از در شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ای شدن خبرها دایر به فروش اجباری لباس‌های مکتبی و پس بودن صفت آنها نشر شد. در واکنش که مرکز مطبوعاتی این نهاد نشر کرده است گفته می شود که طبق یک سپارش سروزیر کشور از سال 2020 مسئولیت تشکیل یارمارک‌های فروش لباس و دیگر لوازمات ضروری مکتبی به دوش وزارت صنعت و تکنولوژی نو، اتفاق تاجیک مطلوبات، حکومت‌های ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ولایت‌های سقوط و ختان، شهر دوشنبه و شهر نای تابع جمهوری است. اینچنین نظارت صفتی آنها به ذمه اگنتی استانداردیزاسیا، مترولوژیا، سرتیفیکاسیا و نظارت سودا گذاشته شده است. طبق سند مذکور یارمارک‌ها بیرون از مؤسسه‌های تعلیمی در مرکزهای شهر و ناحیه‌ها و جمعیت‌های دهات باید برگزار شوند که هدف اساسی آنها فراهم آوردن شرایط مساعد برای دسترسی خوانندگان به لوازمات خوانش میباشد. اطلاع می‌دهد منبع. گفته می شود که وزارت معارف و علم کشور در روند دوخت، تأمین و فروش لباس‌های مکتبی و لوازمات خوانش اشتراک ندارد و تنها طبق دستورالعمل‌های ذکر شده لباس‌های توصیوی را برای خوانندگان و آموزگاران پیشنهاد می‌نماید. این نهاد ذکر می‌نماید که رهبریت آنها در ملاقات و سخنرانی‌ها اینچنین توسط مکتوب‌های انفرادی و عنوانی ریاست و شعبه‌های معارف پیوسته اعلام می‌نماید که در داخل مؤسسه‌های تعلیمی خرید و فروش لباس مکتبی قطعاً منع است. وزارت معارف میگوید در صورت پیدا گردن شکایت‌ها وابسته به صفت لباس‌های مکتبی و فروش اجباری آن می‌توانند به مسئولان وزارت صنعت و تکنولوژی نو، اگنتی استانداردیزاسیا، مترولوژیا، سرتیفیکاسیا و نظارت سودا، اتفاق تاجیک مطلوبات و حکومت‌های ولایت مختار کوهستانی و بدخشان، ولایت‌های سقوط و ختان، شهر دوشنبه و شهر نای تابع جمهوری مراجعت نمایند. یادآور میشم که با مقصد ترغیب فرهنگ لباسپوشی ملی و فراهم آوردن محیط یگانه در مؤسسه‌های تعلیمی در تاجیکستان دستورالعمل لباس‌های توصیوی خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی برای خوانندگان آموزگاران تهیه شده آن به همه مکتب‌ها ارسال شده است. همزمان با دستورالعمل سال‌های 2007، 2009 و 2018 تغییر علاوه‌ها وارد کرده شده است. طبق اطلاع وزارت معارف و علم کشور این دستورالعمل خصوصیت توصیوی دارند و استفاده آنها برای تأمین یگانگی ظاهری خوانندگان آموزگاران مساعدت می‌نماید. 21 آگوست در دوشنبه بینای نوی دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم ابو حنیفه افتتاح یافت. در مراسم افتتاح آن امام علی رحمان پرزیدنت کشور اشتراک داشت.
طبق معلومات دفتر رئیس جمهور کشور انشاءات مذکور از 7 بینای 6 و 8 آشیانه عبارت بوده برای 2500 دانشجو پیش بینی شده است. ساختمان این بنا هنوز سال 2019 آغاز یافته بود و در شفاف مسجد بزرگ دوشنبه قرار دارد. همزمان در آثارخانه دانشکده نسخه های نادری دست‌نویس‌ها، کتاب‌های تاریخی و آثار خطی عالمان مشهور تاجیک به نمایش گذاشته شده است و گفته می شود فاند آثارخانه دارای اشیاء و یادگاری‌های تاریخی است که از آثار معماری و فرهنگی مسلمانی تاجیکان شهادت می‌دهند و در میان آنها نسخه‌های نادر قرآن کریم، سنگ نوشته‌ها، لوحه‌های خطاطی و اشیاء دیگری تاریخی جای دارند. در دانشکده اینچنین برای 520 دانشجو خوابگاه آماده شده است. یادآور می‌شویم که هفته روان در پایتخت با اشتراک رهبری دولت یک قطار انشاءات ساحه معارف و تندرستی و حفظ حقوق گشوده شد. لایحه زیستن میخواهم نامی باز 628 شهروند تاجیکستان را که به جنگ اوکراین جلب شدند نشر کرد. روز 18 آگوست لایحه دولتی اوکراین زیستن میخواهم روی خط نوی 628 شهروند تاجیکستان را نشر کرد که گفته می شود تنها در 6 ماه اول سال 2025 با نیروهای مسلح روسیه شرطنامه بستند. با گفته مؤلفان لایحه این افراد از جانب روسیه در جنگ ضد اوکراین استفاده میشوند و میگویند سرعت جلبی آنها افزایش یافته است. در گزارش تاکید شده است که روسیه شهروندان تاجیکستان و ازبکستان را به جنگ مجبور میکند و از آنها استفاده میبرد. 2 هفته پیش دادستان کلی تاجیکستان حبیب الله واحدزاده گفته بود که طی 3 سال اخیر در تاجیکستان هیچ کس برای شرکت در جنگ اوکراین به جوابگاری کشیده نشده است. او توضیح داد که برخی از این افراد دو شهروندی دارند و به گفته او در حالی که شهروندی یگان کشور را قبول میکنید طلبات و عهده‌داری‌های آن دولت را باید رعایت کنید. قبلا لایحه زیستن میخواهم در ماه اپریل سال 2025 نام و نسب 931 شهروند تاجیکستان را نشر کرده بود که در عملیات جنگی از جانب روسیه بودند و یا حضور دارند. در گزارش قبلی گفته میشد که از این شماره دست کم 196 نفر آنها فوت دیدند. در تاجیکستان اشتراک در عملیات نظامی دولت دیگر طبق کدکس جنایتی برای زرخریدی جوابگری جنایتی دارد و قانونگذار برای آن از 12 تا 20 سال زندان مقرر کرده است. در تاجیکستان تقسیم کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی به اهالی کشور شروع شد. تقسیم نمودن این شاه اثر که با دستور سرور دولت امام علی رحمان به هر یک خانواده اهالی کشور باید دسترس کرده شود از شهر و ناحیه ولایت مختار کوهستانی بدخشان و وادی رشت شروع شد. نوشته است وبسایت دفتر رئیس جمهور کشور. گفته می شود که کتاب شاهنامه در 2 جلد 1200 صفحه‌ای در نشریات شرق آزاد با تعداد 1,700,000 نسخه به تب رسیده است. تقسیم کتاب شاهنامه به هر عائله کشور که امام علی رحمان پرزیدنت کشور در دکمبر سال 2023 سپارش داده بود قرار است زینه به زینه تا جشن 35 سالگی استقلالیت تاجیکستان یعنی تا سال 2026 تقسیم کرده شود. کتاب از حساب فاند ذخیره پرزیدنت کشور نشر شده است. سفیر ترکیه در تاجیکستان میگوید در دوشنبه گرانترین سوزشواری در جهان فروخته می شود. امود اجر سفیر ترکیه در تاجیکستان میگوید در دوشنبه گرانترین سوزشواری در جهان فروخته می شود که این به نرخ چیپته‌های هواپیما تاثیر می رساند. او در یک پست در صفحه فیسبوک خود نوشت که اگر نرخ سوزشواری آویاسیونی پایین رود نرخ چیپته‌های هواپیما نیز پایین خواهد رفت. این دیپلمات ترک قید کرده است که شرکت هواپیمای ترکیش ایرلاینز با دوشنبه هفته 5 مرتبه پرواز انجام می‌دهد. با نوشته او عین حال شرکت ترکیش ایرلاینز برای هر تن سوزشواری در دوشنبه $1780 شرکت سامان ایر باشد در استانبول $930 پرداخت می‌کنند. مقامات تاجیکستان نرخ خدمت‌رسانی مختلف را در فرودگاه تخفیف داده نرخ چیپته‌ها را کمی ارزان کرده است. تخفیف من بعدی نرخ چیپته‌ها کاهش نرخ سوزشواری در فرودگاه دوشنبه را تقاضا می‌کند. نوشته است متجر. قبلا حبیب الله نظرزاده دیرکتور آژانس آویاسیون گراژدانی کشور گفته بود که از جانب فرودگاه دوشنبه به تمام شرکت‌های هواپیمایی وطنی و خارجی 40% تخفیف پیشنهاد کرده است. او ذکر نموده بود که اقدام مذکور برای ارزان شدن نرخ بلیط هواپیما گرفته شده است. اینجا باید یادآور شویم که در کشور مسئول تامین سوزشوارهای آویاسیونی جمعیت شرکت تامیناتی سوزشواری میباشد. مهاجرت به کشورهای پیشرفته بخصوص اروپا و کره جنوبی از کارگر زباندانی و ملکه کاری طلب می‌کند. اگر می‌خواهید ملکه‌های کسبیتان را رشد داده وابسته به یافتن جای کار و یا پیش از سفر به خارج مشورت گیرید. مرکزهای کسب آموزی و خدمت رسانی در یخچال منطقه تاجیکستان کورس‌های کسب آموزی به طلبات بازار مهنت جوابگو را پیشنهاد می‌کند. کورس‌ها از 2 هفته تا 3 ماه دوام می‌کنند و کاملا رایگان می‌باشند. مرکزهای کسب آموزی 21 کورس را پیشنهاد می‌کند و همه شهروندان از 16 ساله بالا می‌توانند در آنها اشتراک کنند. ختم کنندگان صاحب سرتیفیکات‌های بین‌المللی می‌شوند و به آنها در بازار داخلی و
خارجی از جمله بریتانیای کبیر، آلمان، کره جنوبی و امارات متحده عرب جای کار پیشنهاد کرده می شود. همه خدمت‌رسانی‌ها در مرکزها در دایره لایحه بهترسازی ملک‌های کسب آموزی و امکانات‌های با کار تامین‌شوی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و بانک آسیای رشد پیشنهاد می‌گردند. رقم‌ها برای تماس در زیر اکران‌های شما. بیننده عزیز، این برنامه 97 روز بود. با ما باشید و ما را در شبکه‌های اجتماعی پیگیری نمایید. خیر.